درون میدروی انگشتا شلی خکر هستن خکر گو اهمی بین انگشت های من نگاه کن در درون حرم بیت الله چی میبینی؟ نگاه کن که فقط خوک دید خر خیس گرگ درنده ها را دید گردی خانه کعبه طواف میکردن گفت دیدی من چی خیلی درم قطع همه حیوان ها در اینجا طواف کنم حاجیان اکثر حاجیان از پل حرم رفتن اکثر حاجیان برای عنوان رفتن اکثر حاجیان برای حاجی شانگروت سیاه کردی برای حاجی حج عنوان نیست پرسیدن علمای دنیا را کی را حاجی گفته می شود گفتن هیچ کس حاجی عنوان نیست که مردم بگته یا آدم اگر نامش حاجی عبدالله باشه اگر عبداللهش بگن میگه خفه نشود نامی تو عبدالله حاجی عبدالله نیستی حاجی عبدالله را الله در قیامت بگه حاجگی عنوان است که پروردگار میتیتن بگه که حاجی عبدالله پیش ما بیا انو حالت فخر میکنم خدا حاجت نفسده این معلومش که حجت قبول شده است پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استخوان درست، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم‌های ما در تماس. حاجگی عنوان نیست ای بوی حاجگی نشد. خب به این خاطر حضرت اولیاء میگه عیب خود ابله نداند در جهان دائما جستن در عیب کسان. دوست همون دوسته که عیب برادرش همچو آینه رو با رو بگوید مردک باری نمیسل شانه دندان کنان از پوش مون با مو جوید. منافق نشوی مردم نفاق گناهش همه هر روز میگن منافق میدونه چیه؟ دو پوسته اگه دو پوسته گفتم خیلی نگفتم دو پوسته گفتم. منافق میدونه چی است؟ شیطان صفت. ظاهرش مسلمان است درونش نفاق است قلبش افلاس است. نسبت هیچ کس 10 بار من تکرار کرده تکرار این نصیحت از زبان پیغمبر گفتم که نسبت هیچ مردم بدگمان نشه مسلمان. هر کس اگر گناهی کرد در گناه خودش جواب میگه. شما را هیچ کس حق نمیتید که در گناه یک کس محاکمه کنه. تو قاضی نیستی، مفتی نیستی، تو پروکرور نیستی، سود نیستی. حق محاکمه را خدا برای شخص دادگی نیست. یگانه کسی که گناه محاکمه میکنه رب العالمین است. او در کسی جنایت میشینانه. هر کسی گناه کرده در گناه خودش جواب میگوید. به این خاطر رسولات چی گفتن؟ اگر یک کس گناه کنه حتما وجدانش او را نمیمونه، توبه میکند، سرزنش نکنه. از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز میخوان یک آدم دزدی میکرد. از پشت رسول الله امامت پیغمبر بود، امامش محمد صلی الله علیه و سلم با میرم عمل عبادتش بود دزدی کردن بود. یا آدم اومد گفت یا رسول الله همین مردک پیش ما نماز میخونم میرم اونجا دزدی میکنه. این چی میشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دیدیش؟ تو دیدگی؟ گفت که نه. گفتم دفخته گرفت. بدبخت گفت کثافت. چرا اینامی دیگر را گپ میزنی؟ وقتی تو خودت به چشمت ندیدی گپ نزن. یک دویمش این که این آدم دزدی کرده است. نماز میخوانه از پیش من. گفتن خداوند در قرآن گفته و اقیموا الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز بخونه مردم. زود است که نماز شما را از جنایت دزدی و فحش باز میدارد. لیکن ما نمیدونم چه مسلمان هستیم برادرای عزیز. مسلمانی ما نشانه چی است نمیدونم. این نصیحت و وصیحت در معرکه میشینه دکس یک کسی دیگر رو ببینه فچر رنگ موش کنش میکنه. نگی برادرای عزیز در معرکه دو کس با هم دیگر پس صحبت کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرد. این مردم بدگمان میشوند. وقتی شما در معرکه گوشکی و لوکی و چشمکی میگی این مردم گمانی بد کرده
گپ داری گپ تا بلند گپ زن، یا که فشر فشر نکن تا که همه بشنود. این از عادتهای منافقی، این مردی نیست. قرآن عظیم الشان دستور میتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزة. این سوره را همت میدونه. ویل ندای وعید است. ابن کثیر در تفسیرش میاره که الویل وادی فی جهنم. ویل دوزخ همون قدر جای بده است که لیکن این ویل از دوزخ با بدترتر است. یک آدم از درون علاوه دوزخ از درون ویل بگیریم بیاریم در درون علاوه دوزخ بپرتایم، میگفت است که خیلی جای راحت است، اونجا وزبین است. خدا این آیت با ویل سر میگه ویل لکل همزة لمزة. ما همه خیلی ویل در قرآن چند تا داریم. ویل لکل همزة لمزة، ویل یومئذ للمکذبین، ببین ویل للمطففین، چندین آیت با ویل میبیاد. این عذاب مشت دردناک در دهان اینجا. یکم ویل لکل هم، وای بر حال کسی که در کوچه میشینه، در معرکه میشینه، در محفل میشینه، در جنازه میشینه، با چشم قاش و لبهاش یک برادر مسلمان چی مسخره میکند. دیدی؟ در محرکه میشینی یه آدم میداره نسبت همه اندک نفرت داشته باشه، چیکار میکنی؟ قاش پرانی میکنی. قطعی منافق نیدد. لبت کتی چیزی میگوی، قاشت کتی چیزی میگوی، اشاره میکنی نکن بچه جان، برادر عزیزم نکن، زیان در عبادت و بندگی و ایمانت میاری. خلق خدا را دوست میداره. هیچ کس خدا اجازت ندارد که خلق خدا را، اینا همه بنده خدا را بد بینیم. ما شما باید مطابق قرآن عظیم الشان انما المؤمنون اخوه چنان اخوت و وحدت و محبت نسبت یکدیگر داشته باشیم. باید و اگر گناهگار است ممکن است که چیکار کنه؟ توبه کند و پشیمان شود. امام مسلم حدیث دوام هم حدیث داد که حدیث را چنین روایت فرمود که هیچ یکی از شما قبل از این که مرگ به سراغ او بیاید آرزوی مرگ ننماید. امام مسلم گفت که تا این مرگ خودش در ساعت و دقیقه معینش به میرسه. الله مرگ ساعتش بیان کرده از خودش میدونه، لیکن تو نگو که تیزتر بیاید مرگ. اون مرگ وقتش که رسید پیمانت که پر شد خودش آهسته میبینه کارش انجام میده میره. و دعا نکند که بمیره. هیچ وقت دعا نکنه که خدای جان ما بگی خلاص شما. این دعا را هرگز نکنه، زیرا هرگاه بمیرد عملش قطع خواهد شد. هر انسان که مرد کلی عملاش قطع میشه. نماز دیگر برای مردن نماز است؟ نه دیگر. روزه هست؟ نه. زکات هست؟ نه. حج هست؟ نه. این خوب نبود که در دنیا زندگی میکرد، نماز میخوان، روزه میگرفت، حج میرفت، زکات میداد، احسان میکرد، عملهای خوب میکرد. یک روزم یک نفسم بنده صالح در دنیا باشه در زمین عبادت که خدا را نفع ایمان تایید اینجا دعا نکنید. قطع شد خواهد شد. هر آینه انسان مؤمن عمرش زیاد نمی کند جز این که زیادی عمرش باعث نیکوکاری او خواهد بود. هیچ کس نمیتونه عمر خودش زیاد کند برادر عزیز. ما نمیتونیم عمرمون رو دراز کنیم، لیکن پیامبر صلی الله علیه و چی گفتن؟ الصدقه ترید البلاء و زیادت العمر. صدقه نابود میکنه بلا را و زیادت میکنه عمر را. از صحابه پرسان کرد از رسول الله که یا رسول الله اگر صدقه بتیم عمرمون اگر 10 سال باشه 15 سال میشه 20 سال میشه؟ گفتن نه، معنا ندارد که الصدقه ترید الصدقه در حقیقت بلا را نابود میکنه و عمر شما اگر که 10 سال باشد یا 20 سال یا 50 سال باشد، هر بلایی که در طول 50 سال با بالای شما اگر بیاید صدقات چی میشود؟ سپر میشود، گرداندنش میگیره، شما تا مرکز همین عمر رفته میرسید. از عمرتون لذت میبرید، از عمرتون لذت میبرید. بنابراین صدقه بسیار مفهوم خاص و صدقه بسیار سپری بزرگی هست. صدقه تنها وقتی من صدقه میگم گاو کشتن و گوسفند کشتن و بز کشتن نیست. صدقه 50 درهم هم صدقه میشه. همین برهانی که میبینیم در کوچه که میگذارن یا صندوقای بوده بهترین صدقه است. اما یک کش ناس بگیره بکشه همون مظلوم است.
یک کش ناس بگیره بکش صدقه، چون اون مظلوم است، بیچاره است. یک همین بقلش که آب بگیره بخوره صدقه است. یک کیلو قند بگیره صدقه است. یک افای نزاکت داریم اینجا، اگر همون ما یسم بتیم صدقه. مظلوم هم بیچاره، بیوزن هم هستن. شرط نیست گو کشیم 200-500 آدم رکلام کنیم فایرات کنیم، این شرط نیست. اگر به اینم قدرت نداری یه سخنی خوب گفتنم چه؟ صدقه. اینم قدرت نداری رو پیشانی مادر تا یک موچه کن، اینم صدقه است. چهره همون برجن زدگی جنج قوقه پدر تا برای تماشا کن، صدقه. افضل صدقه است. خداوند تبارک و تعالی همه ما شما رو توفیق بندگی عنایت بفرماید. پروردگارا هر چیزی که گفتیم از زبان پیغمبری تو گفتیم، خدایا عمل کرده شده برای ما نصیب و روزی بگردان.